بله همیهنان عزیز، شنوندگان رادیو ایران زمین، ما با آقای حسن دایی در اینجا گفتگوی خودمون و مصاحبهمون رو در رابطه با جلسه‌ای که به زودی قرار است در استکهلم در روز چهارشنبه 9 ماه می برگزار بشه شروع میکنیم. ولی اجازه بدین قبل از اینکه صحبت خودمون رو با آقای دایی شروع کنیم، من یک بیوگرافی کوتاهی رو از ایشون خدمت شما شنوندگان رادیو ایران زمین عرض بکنم. آقای حسن دایی یک فعال حقوق بشر و تحلیلگر سیاسی و نویسنده چند مقاله تحلیلی و تحقیقاتی پیرامون نقش و تأثیرات رژیم آخوندی در سیاست‌های منطقه‌ای و سیاست‌های بین‌المللی داشتند. حسن دایی یکی از برجسته‌ترین افرادی هست که روی فعالیت‌های لابیگری رژیم در غرب تحقیقات ویژه انجام داده و اونها رو افشا کرده و در دسترس عموم قرار داده است. او متولد تهران در سال 1957 می باشد. بعد از اتمام دوران دبیرستان مدرک مهندسی خود را در دانشگاه پلی‌تکنیک دریافت کرده است. به دلیل فعالیت‌های سیاسی در زمان شاه توسط ساواک دستگیر و مدتی زندانی سیاسی بوده است. بعد از انقلاب در سال 1979 در ایران به عنوان یکی از رهبران دانشجویی فعالیت خودش را در جنبش‌های آزادیخواهانه بر علیه رژیم آخوندی ادامه داد. بعد از شروع دستگیری‌های گسترده و سرکوب و اعدام، از آنجا که در معرض تهدید دستگیری قرار داشت، در سال 1982 به فرانسه مهاجرت کرد. در فرانسه با گروه‌های سکولار فعالیت‌های حقوق بشری انجام می‌داد که نتایج آن تهیه گزارشات مفصل در رابطه با شرایط نقض حقوق بشر در ایران بود که در اختیار دفتر اروپایی سازمان ملل در ژنو قرار گرفت. از سال 2001 به آمریکا مهاجرت کرد. در طی این سالها فعالیت‌های حسن دایی روی شناخت شبکه مخفی لابیگری برای رژیم ملاها متمرکز بوده است. بعد از این افشاگری‌ها وی هدف حمله از جانب دستگاه‌های ارتباط جمعی ملاها قرار گرفت. طی سال 2008 فعالیت‌های نایاک و رئیس این سازمان به نام تریتا پارسی و فعالیت‌های غیرقانونی برای کسب حمایت برای رژیم ایران در آمریکا توسط حسن دایی افشا شد. این فعالیت‌ها منجر به شکایت از حسن دایی در دستگاه قضایی آمریکا شد که مراحل قانونی این شکایت و پروسه دادگاه همچنان ادامه داره. آقای دایی، من خدمت شما سلام عرض می‌کنم و از اینکه دعوت رادیو ایران زمین رو برای این گفتگو پذیرفتید بسیار از شما تشکر می‌کنم. صدای من رو دارید؟ سلام و سلام به همه هموطنان عزیز. لطف کردید که به من اجازه دادید که بتونم با هموطنان مقیم سوئد صحبت بکنم. بله آقای دایی، من می‌خواستم از شما خواهش کنم که در رابطه با همین شکایتی که از شما به طور مشخص توسط تریتا پارسی و گروه نایاک صورت گرفته، شاید خوب باشه که از همینجا شروع کنیم و ضمن معرفی تریتا پارسی و سازمان نایاک برای شنوندگان رادیو ایران زمین توضیح بدید که پروسه این دادگاه به کجا رسیده. بفرمایید، خواهش میکنم. اصلا که خب در گفتگوی امروز بیشتر راجع به تریتا پارسی صحبت میکنیم، چون اونطور که حتما خبر دارید دعوت شده ایشون که در سوئد در انستیتوی فکر کنم مطالعات بین‌المللی سوئد ایشون در مورد مسائل ایران بیا صحبت بکنه. از آمریکا ایشون رفته به اونجا صحبت بکنه. بنابراین در رابطه با تریتا پارسی بیشتر آشنا خواهیم شد، امروز گفتگو خواهیم کرد. من در مقالاتی که 2006 و 2007 یعنی حدود 5-6 سال پیش در مورد تریتا پارسی نوشتم. البته من تنها کسی نبودم که این حرف ها رو زدم، قبل از من خیلی های دیگه بودن. من در سلسله گزارشاتی که منتشر کردم به فارسی و به انگلیسی گفتم که تریتا پارسی و سازمانش به نام نایاک که شورای ملی آمریکاییان ایرانی تبار هست که مخففش میشه نایاک، من اعتقاد دارم که اینها برای جمهوری اسلامی و به نفع جمهوری اسلامی لابی میکنن.
بعد از اینکه من این مقالات رو نوشتم و یه مدت اینها صبر کردن، سعی کردن تهدید بکنن و من رو ساکت بکنن، عملی نشد، به شکایت کردم به دادگاه در آمریکا که این به ما تهمت زده. در آمریکا متاسفانه سیستم قضایی مثل اروپا نیست، مخارجش بسیار سنگینه و این خیلی مرسومه که برای ساکت کردن مخالفان خیلی ها میان شکایت میکنن تا طرفی که ازش شکایت شده بره وکیل بگیره و از پس این مخارج در بیاد. در اکثر موارد کمرش میشکنه و کوتاه میاد و عذرخواهی میکنه و کنار میره. اینا هم می‌خواستن همین کارو بکنن. الان 4 سال و خورده‌ای هستش که این دادگاه ما ادامه داره. خوشبختانه من چند وکیل پیدا کردم که به طور رایگان از من دفاع بکنن و به اینجا رسیده ما دست بالا رو داریم و به زودی تموم خواهد شد. یعنی در آخرین رأیی که قاضی داده، در هنوز تموم نشده، دادگاه گفتش که کارشناسان اونها رأیشون باطله، باید کنار برن، فاقد صلاحیت هستن و کارشناسان اونها دروغ گفته بودن و خب این خیلی به نفع ماست. در آمریکا شکایت ها بیشتر روی نظر کارشناسانه. وقتی کارشناس اونها رو دادگاه برکنار بکنه قاعدتا چیزی از شکایت اونها باقی نمیمونه، ولی منتظر نتیجه نهایی هستیم. این در مورد دادگاه که سوال فرمودید. بله، به طور مشخص اگر که در واقع دادگاه به نفع شما رأی بده، البته خب این یک پیش بینی هستش، معنای سیاسی این در واقع حکم چه خواهد بود؟ از کنم که خب اینا قصدشون همونطور که ما بعدن تو در آمریکای خوبی که داره، که حالا امروز هم ضمن صحبتایی که میکنیم در مورد سفر تریتا پارسی به سوئد بحث خواهیم که اینه که در آمریکا وقتی شما وارد دادگاه میشید، پروسه به شکایت و اینها میشید، دادگاه بعد از یه مدتی اجازه میده که شما یک بخشی از اسناد و مدارک مربوط به طرفین رو باید با هم مبادله بکنن. اینه که ما تونستیم یه مقداری از ایمیل ها و اسناد درونی نایاک رو به دست بیاریم. همطور هم اونها آنچه که مربوط به زندگی من بود، راجع به فعالیت های من بود، همه رو گرفتن. در جریان این اسنادی که بخشش همین بود که اینا واقعا با شکایت می‌خواستن من رو خفه بکنن، ساکت بکنن که دیگران هم حساب کار دستشون بیاد. خب تا الان که پیروزی بوده، چون نه تنها من ساکت نشدم بلکه برعکس این اسناد اتفاقا نشون داده که خیلی حرفایی که من می‌زدم درست بوده و به ضرر اونها شده. خیلی بی‌اعتبار شده نایاک و از این که در تاریکی حرکت می‌کرد و فریب میداد دیگران رو، ایرانیان و آمریکاییان رو، از این بیرون اومده و خیلی شناختنش. بنابراین تا خود همینجاش پیروزی بوده. البته خب دادگاه اگه طبیعتا رأی بده و کل شکایت رو باطل بکنه و به خصوص اونها رو، اون چیزی که ما انتظار داریم، جریمه بکنه به خاطر تقلب و دروغگویی، اون موقع خب نتایج خیلی بهتری خواهد داشت. بله، من میخواستم از شما خواهش کنم که در رابطه با خود تریتا پارسی و این سازمان نایاک برای شنوندگان ما در واقع تاریخچش رو و اینکه از چه زمان اینها شروع کردن و مشغول چه کاری هستند رو برای شنوندگان ما در واقع توضیحاتی رو بفرمایید. من خب گفتنی چون زیاده، من از اون بخشی شروع میکنم که اتفاقا به سفر تریتا پارسی به سوئد هم ربط پیدا بکنه. ایشون میدونید که با خانوادهشون در سوئد زندگی میکردن. موقعی که دانشجو بودن اونجا دانشجو بودن، آرام آرام با آمریکا میان، آشنا میشن با آمریکا و در سال 2001 ایشون مهاجرت میکنه به آمریکا. ولی خب ادعا میکنه که ما شورای ملی ایرانیان آمریکاییان ایرانی تبار را انداختیم تا منافع ایرانی ها دفاع بکنیم. یعنی ایشون 2001 که میاد آمریکا، همون 2001 آخرای 2001 همین نایاک رو راه اندازی میکنه با چند نفر از دوستانشون. این ادعایی که ایشون میکنه، ولی واقعش چیه؟ واقعش اینه که ایشون سال 1997 هم موقع در سوئد بوده، ایشون یه گروهی خودش درست میکنه در سوئد که بیشتر گروه اینترنتی بوده با یه سری از دوستاشون، همون دوستانی که بعداً با هم نایاک رو راه میندازن. یه گروهی درست میکنن به نام ایرانیان برای همکاری بین‌المللی، Iranians for International Cooperation. به ادعای خودش اینها یه لابی بوده، این کار اینها بوده که لابی بکنن که چیکار بکنن؟ خدمت به کی بکنن؟ به منافع کی بکنن؟ خودشون میگه که ما هدفمون اینه که
تحریم ها رو بردارن از روی جمهوری اسلامی و راه تجارت باز بشه. این عین نوشته های خودش تیتا پارسیه در اسنادی که ما از دادگاه کردیم. اولا من اینجا تذکر بدم، من حرفایی که میزنم دقیقاً به خاطر اینکه هنوز در پروسه دادگاه هستیم نمیتونم حرف بی ربط بزنم، یعنی بگم اسنادی از دادگاه گرفتیم که همین چیزه و حرف من خلاف واقع باشه، به خاطر که تمام اینها میتونه علیه من استفاده بشه. بنابراین شنوندگان میتونن اطمینان داشته باشن که حرفایی که من میزنم مبتنی بر اسناد. در ضمن میتونن به سایت فروم ایرانیان برن، بسیار این اسناد رو من اسناد دادگاه رو منتشر کردم. برصورت ایشون همین گروه ایرانیان برای همکاری بین‌المللی رو راه میندازه. در سال 97 ولی کار زیادی نمی‌کردن. در سال 1999 که هنوز در سوئد بوده، ایشون با یه آقای آشنا میشه در ایران به نام سیامک نمازی که ایشون مدیر عامل یک کمپانی بوده تو تهران، کمپانی دلالی به نام آتیه بهار. دلالی میکردن برای شرکت‌های بزرگ، شرکت‌های نفتی که بیان ایران تجارت انجام بدن. یعنی واسط بودن بین این کمپانی‌ها با جمهوری اسلامی. کمپانی آتیه بهار با این آقای سیامک نمازی در سال 99 اینا پا میشن میرن در قبرس. تو قبرس یک کنفرانسی بوده، اونجا با همین سیامک نمازی تیتا پارسی 2 نفری یه پروژه میدن که در آمریکا ما چجوری لابی را بندازیم که تحریم ها رو از جمهوری اسلامی برداریم. این عین نوشته خودشونه. آقای تیتا پارسی در سال 2000 و 2001 در سوئد، یعنی در بخش کمی از 2001 قبل از که با آمریکا بیان و 2000 در یک مؤسسه‌ای در سوئد به نام کریپ، این هم جزء اسناد دادگاه KREAB کریپ، ایشون خودش نوشته که من لابی میکردم برای کمپانی‌های بزرگ، در این مؤسسه لابی میکرده. یعنی در حقیقت کار این مؤسسات را مینداخته، مؤسسات بین‌المللی مهم بین‌المللی. یعنی ایشون خودش رو لابیست معرفی میکنه. ایشون وقتی که در سوئد بوده توسط هوشنگ امیراحمدی که با همین کمپانی آتیه بهار هم دوست بوده، توسط هوشنگ امیراحمدی در آمریکا استخدام میشه. اون موقع امیراحمدی یه دونه چیز راه انداخته بود، شورا راه انداخته بود که این کمپانی‌های نفتی کمکش کرده بودن در آمریکا که تحریم‌ها از جمهوری اسلامی برسد. ایشون اون مؤسسه کریپ که در سوئد بوده، آقای تیتا پارسی پا میشه میاد میشه کارمند آقای هوشنگ امیراحمدی. چند ماه بعد که ایشون در آمریکا بوده نایاک رو راه میندازه و جالب اینه اسنادی که ما داریم چند هفته قبل از راه اندازی نایاک اینها چیزای گزارشات صورت جلسه صحبتایی که میکردن که چجوری گروه لابی را بندازن رو همه رو داریم. تمام همغمشون همین بوده که تحریما رو بردارن. ایشون در سال 2002 وقتی نایاک راه افتاده در یک نامه خصوصی که نوشته به یکی از دوستان جورج بوش که لابیست خیلی معروف آمریکاست به نام روی کافی، دقیقاً نوشته هدف لابی ما باز کردن تجارت بین ایران و آمریکاست، ولی اولش چون ایرانی‌ها حساسن روی مسائل بر روی سری سوژه هایی که جلب اعتماد میکنه در میان جامعه ایرانی‌ها کار کنیم، مثلا تبعیض علیه ایرانیان، مشکل ویزا، از این صحبت‌ها. یعنی میخوام به زبان خیلی ساده سر مردم رو شیره بمالیم، کلاه بزنیم سر مردم، فکر کنن که ما دنبال این چیزا هستیم، ولی دقیقاً نوشته هدف اصلی ما برداشتن تحریم است. این خیلی کوتاه تاریخچه‌ای بوده که تیتا پارسی از کجا پیدا شده، چجوری نایاک رو راه انداخته و توی مدت هم لابی میکردن تا اینکه ایشون کاراشو ادامه میداد. با یه آقای آمریکایی بود به نام بابنی خیلی همکاری میکرد، نماینده کنگره بود، یکی از فاسدترین نماینده‌ها. ایشون دزد اموال عمومی منظورمه که چون رشوه میگرفت و دروغ میگفت. همین بابنی ایشون رئیس تیتا پارسی بوده تو آمریکا، یعنی تیتا پارسی با ایشون همکاری میکرده. حالا این کاری که تیتا پارسی کرده بود اینها رو کسی دقت نمیکرد تا اینکه این بابنی رو دستگیرش کردن به خاطر دزدی و رشوه، اینها دستگیرش کردن. اون موقع من یادم قبل از من آقای پرویز صیاد، هنرپیشه محبوب ایرانی، هنرمند محبوب، ایشون زودتر از من یه مقاله حتی نوشت راجع به تیتا پارسی که این بابنی رو گرفتن و تیتا پارسی هم که کارمند بابنی بوده دستیارش بوده، این چیکار میکنه به نفع آخونده داره فعالیت میکنه. منظورم اینه که این آقای تیتا پارسی خب تا وقتی که بابنی دستگیر نشده بود خیلی نمی‌دونن چیکار میکنه. دوم که اشتباهش این بود که شکایت کرد از من
که خیلی حقایق دیگه روشن شد. ایشون یه آدمیه که تحت نام دفاع از منافع ایرانی ها داره برای کمپانی‌های بزرگ، برای دلالان جمهوری اسلامی لابی میکنه تا درب تجارت باز بشه، همه بتونن از این سفره گسترده‌ای که آخوندا پهن کردن تو ایران یه سهمی داشته باشن، یه چیزی هم به ایشون برسه. بله، با تشکر بسیار فراوان از توضیحاتی که بسیار روشنگر بودش. اتفاقا در رابطه با شکایتی که از شما کردن، خب همینطور که شما هم اشاره کردین مثل این که هدفشون خاموش کردن شما بود، ولی این داستان لااقل تا جایی که من در جریان هستم واقعیتش این هستش که آقای دایی در واقع جهانی شد و کسی نیست که از اوضاع احوال تریتا پارسی و سازمان نایاک با خبر نباشه. من میخواستم از شما خواهش کنم تو رابطه با دعوتی که از طرف در واقع انستیتو سیاست خارجی در چنانچه ما به فارسی ترجمهش بکنیم در سوئد از تریتا پارسی به عمل اومده تا در اینجا در واقع سخنرانی بکنه، به نظر شما این دعوت با چه هدفی صورت گرفته؟ بفرمایید خواهش میکنم. عرض کنم که ببینید، من این رو به فال نیک میگیرم که شما، من، دیگران، هموطنان روی این مسائل حساس شدن که از خودمون سوال میکنیم که چی شده که مثلا تو سوئد یا آقایی که تو آمریکاست که اینقدر بی‌اعتبار شده در آمریکا، این آدم رو دعوت میکنه اونجا بیا سخنرانی کنه. ایشون چه چیز ویژه‌ای داره که بعد از آمریکا بیاد اونجا؟ من برای اینکه مطلب رو خوب توضیح بدم تا هموطنان ببینن که داستان به چه قراره به اعتقاد من، و ببینیم که این نگرانی‌های هموطنان ما بیجا نیست، خیلی هم خوبه. اینو بگم که ما در جریان دادگاه متوجه شدیم که آقای تریتا پارسی یه آقایی رو تو سوئد باش دوست بوده، بین باش رو همکاری داشته به نام اریک بلفراگ، BELFRAGE. ایشون اگه بیوگرافیش رو دوستان برن نگاه کنن، به خصوص که در سوئد هستن، یک قطار به قول ماها نمیتونه بکشه. ایشون رئیس SEB یعنی بانک معروف سوئد، چیرمن اونجاست، یکی از مسئولین کمپانی ساب، رئیس مؤسسه‌ای که به اصطلاح تمام کمپانی‌های مهم سوئدی که در خارج از سوئد اینها فعالیت دارن، تمام اینا از اریکسون و نمیدونم خود ساب و ولوو و تمام این کمپانی‌های مهم سوئدی که در خارج هستن یه چیزی مثل اتحادیه دارن، یه شورا دارن. رئیس اون شورا هم آقای اریک بلفراگه. ایشون که از مهمترین مشاوران وزارت خارجه است. همین مؤسسه که تریتا پارسی دعوت کرده، فکر کنم UI باشه، رئیسش همین آقای اریک بلفراگه. خب حالا ایشون که میبینید که بیوگرافیش 90% بیوگرافیش کارهای تجاریه و یه مؤسسه مشاوره هم اتفاقا داره به کمپانی‌های بزرگی که میخوان خارج از آمریکا بیزینس بکنن مشاوره میده. بنابراین دعوت ایشون به احتمال زیاد من فکر کنم از طرف همین اریک بلفراگه بوده. در جریان دادگاه ما فهمیدیم که یک بار دیگه هم اریک بلفراگه ایشون رو دعوت کرده بوده به سوئد و گویا یک بار هم خود اریک بلفراگه می‌خواسته یک کنفرانس بذاره در واشنگتن در مورد مسائل ایران. همین آقای تریتا پارسی کمکش کرده. در ضمن ایشون آقای بلفراگه رئیس شورای به اصطلاح بیزینسی ترید یا تجاری آمریکا و سوئد هم هست. یعنی می‌بینید که ایشون در تمام چیزهای مهم بیزینس، کمپانی مهم بیزینس و در بالاترین سطح حضور داره. حالا ایشون چیکار داره که تریتا پارسی دعوت کرده؟ تریتا پارسی چیکار است که مثلا یه آدم، یه جوانی که بعد پولشو بدن که سوار هواپیماشه بره اونجا که ما ازش پرسیم در جریان دادگاه برای چی شما دعوت کرده؟ گفت برای یه سری از بیزنسمن‌ها، رؤسای کمپانی‌ها برای من یه جلسه سخنرانی گذاشته بود بلفراگه و من پشتم رفتم در سوئد برای اونها صحبت کردم. راجع به چی صحبت میکنن اینا؟ ببینید، ما ایرانی‌ها به خصوص دوستانی که سابقه گرایشات چپ، تفکرات چپی داریم که هممون کمابیش ما نمیدونم حالا سن و سال شما در چه حده، ماها به هر صورت هممون مال اون دورانیم. ماها نسبت به دخالت خارجی در امور کشورمون بسیار خوب حساسیم. دوست هم نداریم آمریکا هر کشور دیگه بخواد در امور ما دخالت بکنه. این هم قابل درکه. یه مقدارم خب گرایشات ضد آمریکایی بوده میدم ما.
برای همین چون ماها با این مسائل مخالفیم اهمیت هم نمیدیم، چون فکر می‌کنیم خودمون مخالفیم اهمیت هم نمیدیم، در حالی که دنیای واقعی اینطور نیست، به خصوص بعد از پایان جنگ سرد که بدتر هم شده. یعنی واقعش اینه که کشور خارجی در سرنوشت ما خیلی تاثیر میذارن. کافیه شما به لیبی نگاه کنید، به عراق و افغانستان نگاه کنید، به همین الان سوریه که جمهوری اسلامی اینجوری دخالت میکنه، دنیا ساکت نشسته، نگاه کنید میبینید که چقدر دخالت خارجی مهمه. حالا این دخالت خارجی وقتی هستش که شکل تهاجم نظامی میگیره، خب همه صداشون در میاد، ولی همیشه که اینطور نیست، در اکثر اوقات به صورت دیگری این دخالت هست. بنابراین برای ما بسیار مهمه بفهمیم که چرا امثال تریتا پارسی دعوت میکنن، موضوع چیه. این کسانی که تو تجارت و کسب و کار هستن مثل اریک بلفراگ و صدها نفر مثل اونها، چرا یه آدمای مثل تریتا پارسی رو حمایت میکنن؟ و همین سوالو میتونن هموطنان تو آمریکا بپرسن که نگاه بکنن ببینن تو کنگره آمریکا، مجلس، سنا، وقتی که ایرانی هایی که دعوت میکنن به عنوان کارشناس در مورد مسائل ایران صحبت کنن، به ندرت شما میتونید یکی رو پیدا کنید که ضد جمهوری اسلامی باشه. همه کسانی که مثل خودم تریتا پارسی هست، تک و توک از دستشون در بره. چرا اینطوره؟ ماها فکر می‌کنیم که دخالت خارجی مهم، دخالت همیناست. در سرنوشت ما همین آدما تاثیر میذارن. اینو جمهوری اسلامی فهمید، تونست از این سیستم استفاده بکنه، کمپانی‌ها فهمیدن از این سیستم استفاده کنن. سیستم چیه؟ سیستم اینه که سیاست خارجی هر کشور در درجه اول تابع منافع اقتصادیشونه. منافع اقتصادیشون هم خود دست کمپانی‌های بزرگه. بنابراین کمپانی‌های بزرگ همه این کشورها و صاحبان منافع، صاحبان سرمایه، صاحبان صنایع، هر چیزشو بذاریم، اینا تاثیر میذارن رو سیاست خارجی. سیاست کلی غرب هم مماشات با جمهوری اسلامی بوده. حالا در یه بعضی موارد مثل مسائل منطقه‌ای یا هسته‌ای به جمهوری اسلامی اگه مجبورن فشار بیارن، منافع این کمپانی‌ها به خطر میفته، سعی میکنن اعمال نفوذ بکنن، سعی میکنن همیشه راه دوستی با جمهوری اسلامی برن. این صاحبان منافع، حالا اریک بلفراگ، کمپانی نفتی نمیدونم نروژی استات اویل یا هر کسی دیگه ها، اینا چجوری تأثیر میذارن رو سیاست این کشورها؟ اسمش میذاریم لابی. در آمریکا لابی، چون در آمریکا شفافیت لابی بیشتره، مجبورن گزارش بدن، خب اینا رو ما بیشتر میبینیم. در اروپا بیشتر نمیبینیم. شما فکر کنید که سیاست خارجی سوئد در رابطه با جمهوری اسلامی کی تعیین میکنه؟ همین امثال آقای اریک بلفراگ و کمپانی ساب و ولوو و بانک نام اس ای بی و همینان که تعیین میکنن. منافع اینان. در فرانسه کمپانی توتالی که بیشتر تعیین میکنه. خب ماها حضور نداریم. جمهوری اسلامی این رو خوب فهمیده، استفاده کرده از این سیستم لابی بوده. من یکی از این ایمیلایی که تو دادگاه گیر آوردیم اینه، یه آقایی به نام علی قزلباش، تو همین سوئد هم فکر کنم بزرگ شده، تو همون شهر آپسالا احتمال زیاد بزرگ شده. آقای علی قزلباش مسئول ایران در کمپانی معروف استات اویل، نفتی استات اویل نروژ. ایشون دوست تریتا پارسیه. ایشون در ایمیل نوشته که به همین نایاکیا که ما میخوام سال 2008 یا 2009 نمیدونم چند سال پیش که ما میخوام عین نایاک یه چیزی تو اروپا را بندازیم. حالا شما فکر کنید یه آدمی که همش تهران بیشتر میخواد در بروکسل یا لندن یه گروه درست بکنه مثل نایاک لابی بکنه. چرا؟ چون ببینید کمپانی ها وقتی کمپانی آمریکایی میخواد بره به نماینده کنگره، به تو سنا یا توی مقاله بنویسه تو نیویورک تایمز که آقا شما بهتره تحریم رو جمهوری اسلامی بردارید، با جمهوری اسلامی دوست شید، این که نمیتونه از زبان و از دهان یک کمپانی نفتی بگه که همه میفهمن، میگن آقا برو پکارت، تو دنبال منافعتی. ولی وقتی چند تا ایرانی رو درست که به نام ایرانی اومدن حرف رو زدن، اینا موجه میشه، اینا خوب میشه. میدونید چی میخوام؟ اینه، یعنی بهش مشروعیت میدن. برای همین اینا از هوشنگ امیرحمدی دفاع میکنن. شورای هوشنگ امیرحمدی یعنی کارفرمای تریتا پارسی کی بود؟ شما میرین هیئت مدیرهش نگاه کنید، تمام رؤسای کمپانی‌های نفتی آمریکا اون تو بودن. خب اینا احتیاج داره، یعنی اگه تریتا پارسی و هوشنگ امیرحمدی نباشن اینا میرن درست میکنن. اینا که درست کردن، رسانه هم در اختیار ایناست، نفوذ در اختیار ایناست، پول در اختیار ایناست. اینا رو همه جا میبرن تا سیاست مماشات رو تبلیغ بکنن.
با یه تیر 100 تا نشون میزنه امثال تریتو پارسی، هم خدمت میکنه به کمپانی‌های آمریکایی. ما 10 ها ایمیل داریم از طریق دادگاه که USA Engage، یعنی لابی کمپانی‌های بزرگ آمریکا، 500 خورده کمپانی بزرگ آمریکا یه لابی رسمی دارن به نام USA Engage، رسما به تریتو پارسی نامه میدن که آقا فلان لایحه داره میاد تو کنگره برای تحریم جمهوری اسلامی، بودین عجله کنیم بریم دیدار کنیم با نماینده‌ها لابی بکنیم. یعنی رسما به اونا سرویس میده. به همین ترتیب جمهوری اسلامی، به همین ترتیب دلالای نفتی، به همین ترتیب اریک بلفراگ. خب اینا همینه. ما که فکر میکنیم که دخالت خارجی همین است، میان سیاست آمریکا و سوئد و اروپا رو در جهتی سوق میدن که منافع این کمپانی‌ها تامین بشه به ضد ماها. حالا ما هی بیام شعار بدیم، فکر میکنیم که مثلا دخالت آمریکا در لیبی فاجعه بود، تظاهرات فلان بیسار، نمیدونیم که بابا 30 سال چیه؟ 30 سال که جمهوری اسلامیه، همین کمپانی‌ها، همین اروپایی‌ها تحت نام سیاست دیالوگ انتقادی مثلا اومدن بهترین منافع تجاری بردن، دخالت در سرنوشت من و شما و همه ایرانی‌ها کردن و ما فکر کنیم دخالت خارجی فقط همونه که در رفتن لیبی رو بمباران کردن. همه نگران اون یه تیکن، نگران این اصلی نیستن. میبخشید که صحبتم خیلی نه خواهش میکنم. بسیار بسیار توضیحاتتون به نظر من بجا و روشنگرانه بود، به خصوص از همین زاویه که به هر صورت اینکه اینها دنبال چه هدفی هستن رو من فکر می‌کنم شما به خوبی توضیح دادید. من اتفاقا سوال بعدیم رو می‌خواستم به این سمت قضیه. خب به هر صورت ما شاهد هستیم که رژیم آخوندی یکی از خصوصیاتش این هستش که خودشون اینجوری معرفی میکنه که یک رژیم ضد امپریالیست هست، ولی همزمان این فعالیت‌های لابیگری رو هم به این شکل گسترده انجام میده. میخواستم خواهش کنم که در رابطه نیاز رژیم رو به این فعالیت‌های لابیگری برای ما کمی توضیح بدید، هرچند که در توضیحاتتون در واقع به این مسئله هم در سوال قبلی اشاره کردید، اما اگر جا داره اون قسمتی که در واقع به خود رژیم برمیگرده و نیازش به این فعالیت لابیگری رو خواهش میکنم برای ما یک مقداری بیشتر توضیح بدید. خب ببینید، جمهوری اسلامی به اعتقاد من سیاست‌هایی که به وجود در منطقه پیش میبره اینا ضد منافع آمریکا و غربه. حالا ما چه طرفدارش باشیم یا نباشیم، بگیم خوبه یا بده، این یه واقعیت. وقتی که این منافع ضد این سیاست‌ها منافع آمریکا و بقیه رو به خطر بندازه، اونا سعی می‌کنن باش مقابله بکنن. یکی از راه مقابلهش مثلا تحریمه، فشاره، تا برسه به نقطه اوجش که ممکنه جنگ بشه. جمهوری اسلامی دوست داره سیاستاش رو ادامه بده ولی چوبشو نخوره. چوبش یعنی تحریم و فشار. بنابراین برای اینکه تحریم و فشار برداره احتیاج به لابی داره. چجوری؟ چون میدونه جمهوری اسلامی برگ برنده جمهوری اسلامی نفته. میدونه که این نفت خواهان زیاد داره. این نفت براش متحدین هم پیدا کرده تو آمریکا، هم کمپانی نفتی. همشون دوست دارن این بازار نفت جریان داشته باشه، هم جمهوری اسلامی هم کمپانی نفتی. خب این از این برگ استفاده کرده، مبارزه با تحریم رو در آمریکا گسترش بده. لابیش بیشتر اینه که تحریم و فشار از جمهوری اسلامی برداره. جمهوری اسلامی مقصر شناخته نشه، قربانی شناخته بشه. همیشه بگن آقا این اسرائیل که میخواد به ایران حمله کنه، جمهوری اسلامی گناهی نداره. حرفایی که تریتو پارسینا همیشه صبح تا شب میزنن، همه اینا میزنن. جمهوری اسلامی دنبال منافع مشروعش در منطقه است. کاری به کار که 200 ساله به کشوری حمله نکرده جمهوری اسلامی. شما هم تازه دیکتاتوری، کدوم دیکتاتوری؟ جمهوری اسلامی که بهتره از کشور همسایه است. تعداد زنانی که در ایران تحصیل میکنن نمیدونم بیشتره. از این حرفایی که لیستی دارن، همه اینا از اکبر گنجی بگید تکرار میکنه تا لابی های خود رژیم. نمیخوام بگم اکبر گنجی لابی اینهاست، نه خیر، میخوام بگم تحت نام مبارزه با آمریکا و اسرائیل و فلان در حقیقت همه حرفا رو دارن صبح شب میزنن. افکار اون میره. شما ببینید با گروهای چپ در آمریکا و انگلستان و الان هم آلمان خیلی قوی همکاری میکنن. همین جمهوری اسلامی قربانی، جمهوری اسلامی مسئول چیزی نیست، قربانی از نظر اینا هست. خب اینو سعی میکنن استفاده بکنن از این افکار عمومی. من خیلی عذر میخوام توهین نشه به هموطنان و دوستانی که گرایش چپ دارن، ولی از اینها به عنوان حمال استفاده میکنن. یعنی ما توی اسناد دادگاه دیدیم اینه، اینا این لابی که داشتن تریتو پارسی و بقیه نزدیک 30 تا گروه بودن، 26-7 تاشون همین گروهای به اصطلاح ضد جنگ و ضد امپریالیسم و چپ و از اینها بودن.
اینها در حقیقت سربازان پیاده بودن، میرفتن امضا جمع میکردن، افکار عمومی رو سوق میدادن. پشت قضیه ولی کیا بودن؟ پشت قضیه همین کمپانی‌ها، همین یو اس انگیج و اینا بودن. اینا میرفتن نونشو میچیندن. یعنی این دوستان نقش حمال بازی میکردن برای اینا، کاری که خیلی وقت کردن. اول انقلاب حمالی برای خمینی بود، حالا برای این کمپانی‌های بزرگ. بنابراین جمهوری اسلامی متحد، جمهوری اسلامی یه موجود عجیب غریبیه، تنها موجودیه در جهان که با نئونازی‌های آمریکا و اروپا رابطه داره، با اسلامیست‌های افراطی و رادیکال دنیا متحده، با حزب الله و همه تروریست‌ها رابطه داره. گروه چپ هم برای سینه میزنن. یعنی این خیلی از عجایبه. تحت نام مبارزه با امپریالیسم اون موقع، یعنی میره از آمریکا و اسرائیل اسلحه میگرفت، بعد مردم میفرستاد رو جبهه، بچهای مردم رو به کشتن میداد، مخالفینش هم تحت نام نوکر آمریکا و اسرائیل اعدام میکرد. ببینید این حکومت یه حکومت عجیب غریبیه. به جای اینکه حل مشکلات مردم رو دنبالش باشه، دنبال متحد پیدا کردنه. هر کسی هم به یه نیتی به این جمهوری اسلامی سرویسی میده. یکی فکر میکنه که اگر جمهوری اسلامی سقوط بکنه، دست امپریالیسم آمریکا در منطقه بازتر میشه، مثلا از این استدلالا. بنابراین باید فعلا علیرغم همه انتقاداتی که به جمهوری اسلامی داریم، باید در جبهه مشترک در کنارش باشیم، با امپریالیسم بجنگیم. ببینید از این استدلالای صد مگیقات که خب پره دیگه. حالا گروه نئونازی و اینها که احتیاج به استدلال ندارن، که اونا با خود جمهوری اسلامی همکیش و همزادن. ولی این واقعا تعجب داره. این آقای هست به نام ریس ارریش، ایشون یکی از نویسندگان و روزنامه‌نگاران خوب و چپ آمریکا، چپ، حتی کتاب نوشت ایشون در مورد اینکه نباید به ایران حمله بشه. رفت ایران، اومد سال فکر کنم 2008 بود نوشت. یعنی میخوام بگم ایشون از ضد جنگ‌های معروف آمریکاست. خود این آقا نوشته من در جریان جنبش صبر و اوایلش که بکش شروع شد، من تهران بودم و مردم رو می‌دیدم در خیابون تا اینکه من بیرون که از ایران یا اومد بیرون. میگه با آمریکا که وقتی رسیدم، ایمیلای خودمو که دیدم و نامه‌هامو دیدم و به وبسایت‌های گروه چپ آمریکا رفتم، هم تعجب هم شرمساری دیدم. بسیاری از دوستان گروه چپ آمریکا میگن که اینا که تو خیابون دارن شعار میدن علیه احمدی نژاد و خامنه‌ای، یعنی همین سبز، اینا نوکران امپریالیستن، اینا دست پرورده‌های سازمان سیان. آخه شما ببینید چقدر این جمهوری اسلامی تونسته کار بکنه که بره توی تایلند و هند آدم بفرسته ترور کنن. قبل از ترور میرن به جای که تروریسم هم معنا داره، آخه بفرستی برن یه هفته تو اون جزیره کجا بوده، پوکت بوده، پاتایا بوده، اون کنار دریا، با روسپیا برن اونجا خوشگذرانی. بعدم که در هند گند قضیه بیاد بالا، یه عده تحت نام چپ بیان در آمریکا مقاله بنویسن که جمهوری اسلامی بیگناهه. آقا شما بزنید ببینید راجع به این فتواهایی که خامنه‌ای میده راجع به حرکات جمهوری اسلامی، بزرگترین مدافعانشون این گروهای چپن. اینا دوران جنگ سرد هم تموم شده دیگه، کسی هم نیست اردوگاه اون طرف هم نیست، اینا دیگه به هر کسی متوسل میشن، از حزب الله لبنان تا خامنه‌ای که فکر می‌کنن جلو آمریکا وایسن. این قابل تأسفه واقعا. من خودم وقتی فکر میکنم که آخه جنبش چپ ایران که 60 سال 70 سال یه همچین جنبش قوی، شما تصور، من خودم دانشجو پلی‌تکنیک بودم، جایی که بچهای سیاه‌کل اونجا بودن. من یادم 19 بهمن سال 1357 وقتی دانشگاه تهران به مناسبت سالروز سیاه‌کل تظاهرات را افتاد از دانشگاه تهران به تو خیابون انقلاب بود. بعضی هم گفتن 150,000 نفر، 100,000 نفر، همه جوانان روشنفکر این مملکت. ببینید یه همچین جنبش چپی در ایران بوده، به یه تحت نام چپ بیان در آمریکا و انگلستان نقش دلال بازی بکنن بین جمهوری اسلامی با چپای آمریکا، کارشون شد دلالی. آخه ببینید به کجا ما رسیدیم، به کی باید بره بگم و چجوری اینها رو بگه که فکر نکنن که آدم هیستری ضد چپ داره، هیستری ضد کمونیستی داره. نه به خدا اینطور نیست.
ولی آخه ببینید تحت نام چپ و نمیدونم ضد امپریالیسم کسی بیاد به این حکومت عقب مانده تروریستی ضد ایرانی ضد بشری بیاد خدمت بکنه. بله واقعا که رو هر قسمتی که شما در واقع توضیح میدید و انگشت میذارید جا داره که واقعا یک برنامه رو بهش اختصاص داد، ولی به هر صورت امکانات مملکتی مثل ایران در دست یک چنین آخوندهای جنایتکاری و در هر رابطه‌ای که استفاده بکنن، از یک طرف روی گروه‌های نئونازیست و فاشیست انگشت گذاشتید، از یک طرف روی طیف به اصطلاح جریانات مارکسیست و حتی در ابعاد کشوری نه فقط در ابعاد گروه مایملک مردم ما رو استفاده میکنن و اینطور کار خودشون رو پیش میبرن. من میخواستم به عنوان آخرین سوال آقای دایی از شما خواهش کنم، با توجه به شرایطی که به خوبی باز کردید، فعالیت‌های رژیم، از اون طرف به هر صورت مماشاتگران و کسانی که منابع مردم ما رو به هر صورت دست درش میبرند و این چنین در سازش با رژیم دست به چپاول میزنن، به نظر شما ایرانیان آزادی خواهی که به هر صورت در جریان یک چنین سیاست‌هایی قرار میگیرند، اشراف پیدا میکنند، اونها چه نقشی میتونن داشته باشن و چطور میتونن توطئه‌های رژیم رو به طور مشخص تو این رابطه خنثی کنند؟ بفرمایید خواهش میکنم. والا من که راستش در حدی نمیبینم خودم که بخوام راهنمود به هموطنان بدم. واقعش اینه که حجم گسترده‌ای از فعالیت‌های سیاسی در خارج کشور هست که خیلی هم از امثال من جلوترن هموطنان و خیلی فعالیت میکنن. همین که شما ببینید این سوئد رو من تا همین چند روز پیش با خبر شدم، خیلی از هموطنان از سفر تیتو پارسی با خبر شدن و دارن به اصطلاح اعتراض میکنن به این قضیه. در خیلی از موارد دیگه هم اینجوریه. خوشبختانه هموطنان خیلی فعالن. من فکر کنم که خیلی خوبه. یه چیزی فقط نکته‌ای که هست اینه، به اعتقاد من ما ایرانی ها همیشه برای هر حرکت سیاسی، حتی تو زندگی شخصی، اولین مسئلهش اینه که آگاهی داشته باشه آدم که اشتباه نره، یا آگاهی داشته باشه حتما خطر یه چیز ببینه تا بیاد اقدام بکنه. انسان اگه آگاهی نداشته باشه کاری نمیتونه بکنه. مهمترین مسئلهش اینه که من فکر میکنم هنوز برای ما ایرانی ها نقش یا تاثیرگذاری همین قدرت های خارجی، این کمپانی ها، این لابیستان، اینها به اندازه که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته، بی توجهی میکنیم و این درست نیست. باور بکنید که خیلی وقتها مبارزات داخل کشور مردم ایران به خاطر اینکه خارج همراهی نکرده یا نه بر ضدش عمل کرده، مثال 2009 اینها خیلی ضربه خوردن. بنابراین ببینید چقدر مهمه. خیلی وقتا هم هستش که مردم یک کشوری میان سالها مبارزه میکنن، اون عنصر خارجی میاد اینها رو به طرف که خودش میخواد سوق میده، یعنی نتیجه تمام مبارزات از من میره. بنابراین خیلی مهمه. تیتو پارسی اینها باید همه اینها بهانه‌ای باشه تا ما راجع به این مسئله، یعنی دخالت کشورهای خارجی، تاثیرگذاری اونها روی مسائل کشورمون، آینده کشورمون حساس بشیم، اون رو بشناسیم و بعد از اونه که میتونیم عکس‌العمل مناسب، اقدام مناسب رو انجام بدیم به اعتقاد من. بله، با تشکر بسیار فراوان آقای دایی از شما به خاطر این وقتی که در اختیار ما قرار دادین و در انتها اگر که فکر میکنید نکته‌ای باقی مونده خواهش میکنم که بفرمایید. خیر، من همین به اعتقاد من واقعا اولا من همیشه کلاهمو به احترام هموطنان برمی‌دارم، چون همیشه جلو هستن، خیلی اقدامات میکنن و این در مورد همین صفحه تیتو پارسی هم واقعا قابل تحسینه که این هموطنان اینجوری عکس‌العمل نشون دادن. و من فقط چیزی که بود در یه فرصت دیگری باید گفت اینه که به اعتقاد من در این فضای کنونی فضای به اصطلاح مثبتی ممکنه جلوه نکنه. بگن خب جمهوری اسلامی در حال سازش با دنیاست، نمیدونم دست بالا رو داره، جنبش رو سرکوب کرده، ببینید تیتو پارسی و امثال هم چقدر نفوذ دارن. این ظاهر قضیه است، واقعا اینطور نیست که حالا در فرصت مناسبی باید صحبت بکنیم. به اعتقاد من جمهوری اسلامی بسیار ضعیفه. همین تیتو پارسی و متحدینش مثل اریک بلفراگ و بقیه خیلی تلاش کردن که تحریما نشه، دیدی که تحریما شد.
و بنابراین اینطور هم نیست. حالا این من فقط خواستم به هموطنانی که اگر صدای من میشنون بگم که فضای منفی نیست، برعکس فضای بسیار مثبت و خوبیه و سعی نکنن مرغوب حرفای امثال تیتا پارسی و بقیه بشن که گویا القا دارن میکنن که جمهوری اسلامی قدرت داره، دست بالا داره، کارت برنده داره، میتونه با غرب کنار بیاد. نخیر، جمهوری اسلامی بسیار ضعیفه، در حال تسلیم شدنه که تسلیم هم نخواهد شد، تا آخرش خواهد رفت، شکست خواهد خورد، سرنگون خواهد شد. بنابراین من همین ضمن احترام به تمام تلاش‌های هموطنان خواستم احساس خودم رو بگم که در وضعیت مردم ایران، مقاومت مردم ایران، همه گروه‌ها با همه افکار در وضع بسیار بهتری هستن نسبت به سال گذشته، نسبت به 2 سال پیش و من فکر کنم آینده خیلی خوبی در انتظار ما هست. من مجددا آقای دایی از شما تشکر میکنم و امیدوارم که به طور مشخص روی مواردی که در انتهای صحبتتون اشاره کردین بتونیم باز هم ما در واقع مزاحم شما بشیم و توی این رابطه ها بیشتر بتونیم با هم دیگه صحبت بکنین. برای شما در اولین فرصت با کمال میل. خواهش میکنم. برای شما ادامه ساعت خوبی رو آرزو میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. روزتون شبتون خوش. قربان شما، خداحافظتون. بله همیهنان عزیز، شنوندگان رادیو ایران زمین، گفتگویی بود با آقای حسن دایی در رابطه با سفر تریتا پارسی به سوئد که توسط انستیتو سیاست خارجی از ایشون دعوت شده تا سخنرانی بکنند و شما در جریان فعالیت‌های این فرد قرار گرفتید و متعاقباً میبایست همینطور که آقای دایی هم در صحبتشون اشاره کردند روشنگری کرد و اجازه نداد که حق ملت و میهن ما توسط یک چنین افرادی در واقع زیر پا گذاشته بشه.